امام صادق میفرماید 4 چیز علائم بهشتی ها هست. 1 وجه هم منبسط، صورت باز. میبینه در فن تعلیم و تربیت 3 چیز تو خونه ممنوعه. یکی ضرب، یکی شتم، یکی ترس. حرام مطلقاً، یعنی زدی تو صورت بچه سرخ شد، جرمه. جریمش 1.5 مثقال طلا. باباشه ننش باشه. سیاه شد 3 مثقال. بینیش خونی شد، ژلهش خون. 6 مثقال طلا. برای نماز زدتش، برای روزه بزن. دست نباید سبک باشه تو خونه. 2 شتم. شیعه علی ابن ابی طالب کلمه رکیک نباید تلفظ کنه. یکی هم ترس. چرا صدا دونه بلند میکنه تو خونه؟ که بچه بترسه، زنی بترسه. بچه با از یک کسی از هیچ که نباید بترسه. اگر بترسه استعدادش فرو میریزه. انسان باید از گناه بترسه.